عدد ما احاط به علم. درود ای کنار علی میر بدر، سلام ای شهید احد شیر بدر. شهادت ز آغاز پابست تو، شجاعت زده بوسه بر دست تو. وجود تو از بحر لبریزتر، خدنگت ز تیغ اجل تیزتر. و بدر و احد همچو حیدر یکی، به بازود ختم رسل متکی. شنیدم که چون آمدی از شکار، و بارد بر رخسار بود آشکار. سرشکی که بر سینه زد آذرت، روان بود از دیده همسرت. کنار تو بنشست و بگریست زار، که ای شیر باز آمده از شکار. شکار و بیابان و صحرا بس است، محمد تو چون نیستی بی کس است. حضرت حمزه سید الشهدا میرفت شیر شکار میکرد. یک روز همینطوری که رفته بود، پیامبر رو خیلی اذیت کردن کفار. همسرش گفت تو میری شیر شکار میکنی اینجا، برادرزاده پیامبر را اذیت میکنن. با اینکه هنوز در ظاهر مسلمان نبود، آمد و فرمود کی برادرزاده این من را اذیت کرده؟ گفتن فلانی ابوجهل. آمد چنان با این وسایل جنگی خودش، با این کمانش به صورتش زد و هیچ کس هم جرأت نتوانست. نبودی که از چار سو آمدن، محمد عزیز دلت را زدن. برو ضربه ها خصم نااهل زد، فروتن ز هر کس ابوجهل زد. داستان خیلی طولانی هست، من خیلی کوتاه عرض میکنم. کنار قبر حضرت سید الشهدا، اولین سید الشهدا هستیم. جایی که پیامبر خدا خیلی دلش شکست. وقتی آمد دید بدن مسلح شده حضرت سید الشهدا، حضرت حمزه سید الشهدا در همین جا افتاده. جگرش رو در آورده بودن. خیلی گریه کرد، ناراحت شد. یک وقت صدا زدن مبادا خواهرش بیاید، حمزه سید الشهدا را به این حال ببینه. تا خبر دادن خواهرش صفیه دارد میآید. پیامبر خدا آمد، ابرهای خودش را روی بدن نازنین حمزه سید الشهدا انداخت. خواهر طاقت ندارد برادر را به این حال ببینه. اما امان از کربلا، وقت زینب رفت بالای تل زینبیه. نه تنها بدن مسلح شده برادرش حسین را دید، بلکه دید و شمر و جالسون علی صدره. شمرش از سروی سینه برادرش حسین. جلوی زینب یکی یکی رگهای گلوی عزیزش حسین را میبرد. گمان نمی کنم این زیر نیزه افتاده حسین فاطمه یعنی برادرم باشد. تو را خدا بگذارید بوسش بزنم، که قول میدهم این بار آخرم باشد. کفن که نیست، عبا نیست، بوریا هم نیست. عرض میکنیم یا حمزه سید الشهدا، مظلومانه به شهادت رساندن، اما پیامبر آمد عبا روی سر دندار. کفن که نیست، عبا نیست، بوریا هم نیست، بد است بی کفن این مرد محترم باشد. برای آن که روی پیکرش بیندازم، نمی شود بگذاری معجرم باشد. السلام علیک یا حمزه یا سید الشهدا، السلام علیکم یا جمیع الشهدا، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی الحسین و علی علی ابن
اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. برای شادی ارواح طیبه شهدا، علما، بزرگان، اموات این جمع، پدران، مادران، حقداران، استادان، شب جمعه هم هست. انشاءالله پدران، مادران، حقداران، استادان، اموات ما از این زیارت ما بهره مند بشوند کنار قبور شهدا و نیابت همه اونها انشاءالله، خصوصا شهدایی که در اینجا مدفون هستند. در رأس اونها حمزه سید الشهدا رحم الله من یقرأ سورة المبارکة الفاتحة مع الاخلاص والصلوات. اللهم صل علی